من مطلبی رو در مورد اینکه امام زمان از ترس کشته شدن خودش غیبت کرده و کسی که خودش میترسه از جان خودش و نمیتونه خودش رو حفظ بکنه، چطور میتونه دیگران رو حفظ بکنه؟ چطور میتونه به دیگران نفع و ضرری برسانه؟ کسی که خودش از ترس کشته شدن به دست مخالفین فرار کرده، غیبت کرده. تا به خاطر اینکه بی سند حرفی نزده باشیم، کتاب اصول کافی صحیح ترین کتاب شیعه در حدیث رو انتخاب کردیم. البته در کتب دیگر هم این روایت هست. اصول کافی ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، چاپ بیروت دارالمرتضی. ایشون متوفای سال 329 یا 328 است. عصر به اصطلاح وکلای امام در دوران غیبت صغرایشون بودن. اینم شناسنامه کتاب. در این بابی است در مورد علت غیبت، در صفحه 250 حدیث 5 در اینجا روایت کرده که از عبدالله بن بکیر از زراره قال سمعت ابا عبدالله یقول ان للغلام غیبتا قبل ان یقوم. اون پسر بچه غیبت میکنه قبل از اینکه دوباره ظاهر بشه. قال قلت ولما، چرا غیبت میکنه؟ قال یخاف، از ترسو بودنش، از ترسیدنش. و اومه بیده الی بطنه، یعنی ترسید که با دست خود اشاره کرد به شکمش، یعنی از ترس اینکه شکمش رو پاره بکنن بکشنش فرار کرده. ثم قال یا زراره و هو المنتظر، این مهدی منتظر است. روایت بعدی، این امام زمان در روایت هفتم یک دوران غیبت است و یک دوران حیرت است که روایت خیلی جالبیه که در برنامه حجت در مورد صحبت شد. گفت که غیبت چقدر طول میکشه؟ گفت 6 ایام او 6 اشهر او 6 سنین، یا 6 روز یا 6 ماه یا 6 سال. و این از دروغ بودن این امام زمان است که طبق این روایت هفتم در این باب در صفحه 250 که کتاب الحجه که الان که 1400 سال تقریبا گذشته، کمتر بیشتر، و ایشون هنوزم تشریف نیاوردن. در روایت نهم در اینجا از ابا عبدالله امام جعفر صادق روایت است که ان للقائم علیه السلام غیبتا قبل ان یقوم. امام زمان غیبت میکنه قبل از این که ایشون چی بشه؟ ظاهر بشه. قلت ولما، چرا غیبت میکنه؟ قال انه یخاف، میترسه، از ترسو بودنش است که غیبت میکنه. و اومه بیده الی بطنه، یعنی القتل، با دست اشاره کرد به شکمش، یعنی از دست کشته شدن، از ترس کشته شدن ایشون میره. در روایت دهم عن علی ابن ابراهیم در سمعت ابا عبدالله یقول این بلغکم من صاحب هذا الامر غیبتا فلا تنکروها. اگر که از در مورد غیبت امام زمان شنیدید چیزی، اینو انکار نکنید. در روایت بعدی در صفحه 253 روایت 18 ان للقائم غیبتا قبل ان یقوم. امام زمان غیبتی دارد قبل از اینکه دوباره ظاهر بشه. انه یخاف، ترسو هست، بزدل است، به خاطر همین فرار کرده. و اومه بیده الی بطنه، با دستش اشاره کرد به شکمش، یعنی القتل، از ترس کشته شدن فرار کرده. کتاب مرآت العقول علامه مجلسی میگه موثق کالصحیح، این حدیث موثق است، مانند حدیث صحیح است. خودشون تایید کردن که امام زمان، و این امام زمان یکی از وظایف جاروکشی است. ناراحت نشید از این اصطلاحاتی که من استفاده میکنم، در کتابای خودتون اومده. روایت 22 علی ابن محمد در مورد فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، این ستاره ای که به اصطلاح
کار جمع کردن. در اعجاز علمی قرآن ثابت شده که ستاره های دنباله‌داری هستن که در مجرات این سنگریزه ها و اجسامی که وجود داره اینا رو با خودشون میکشن، تمیز میکنن این منطقه رو، به اصطلاح جارو میکنن فضا رو. در مورد این آیه پرسیده شد از ابا جعفر امام محمد باقر. ایشون در صفحه 254 در مورد این روایت اینجا ببینید، این قسمت روایت 22 ان قول الله عز وجل فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس در سوره تکویر آیه 15 در مورد این خنس پرسیده شد. گفتن که این امام زمان تشریف دارن، یعنی ایشون همین کسی هستن که وظیفه جاروکشی رو در آسمان انجام میدن. در روایت 29 این باب الحسین ابن احمد ان احمد ابن هلال تا این قسمت که قال ابو عبدالله امام جعفر صادق میگه لا بد للغلام من الغیبه، این غلام بچه، این پسر بچه باید حتما غیبتی داشته باشه. قلت ولما، چرا؟ قال یخاف، به خاطری که میترسه. و اومع بیده الی بطنه، با دست اشاره کرد به شکمش. و هو المنتظر، مهدی منتظر است. و هو الذی یشک الناس فی ولادتی، و اون کسی است که مردم شک دارن در مورد ولادت ایشون. این روایت هایی بود که تنها در اصول کافی وجود داره. البته در کتاب های دیگه، در کتاب علل الشرایع هم است. دوستان عزیز اگر نشون بدن این کتاب علل الشرایع از شیخ صدوق جلد 1 و 2، این هم شناسنامه‌اش. در اینجا هم از ابی عبدالله روایت است که قال رسول الله لابد للغلام من الغیبه، این بچه حتما باید غیبت داشته باشه. و قیل ولما یا رسول الله، چرا یا رسول الله؟ گفته یخاف القتل، به خاطری که میترسه از قتل. و همچنین در صفحه 241 در روایت دیگری میگه ان للقائم غیبه قبل ظهوری، امام زمان غیبتی داره قبل از ظهورش. و قلت لما، قال یخاف، میترسه. و اومع بیده الی بطنه، اشاره کرد که یعنی قتل، به خاطر کشته شدن میترسه. کسی که خودش به خاطر کشته شدن و از ترس مخالفین رفته پنهان شده، 1400 سال از دین مردم هم برباد کرده، دنیای مردم رو، همه چیز مردم رو، شما چطور انسان باید بیاد و به این امام زمان خیالی اعتقاد داشته باشه؟ آه